خدمت حکومت آلمان برای افغانایی که در پاکستان هستند بیشتر از 49 میلیون یورو را مصرف کردن از سال 2022 تا باله که مرحله آخر حکومت است. یک ماه دیگهش مانده. بیشتر از 3000 افغان منتظر است در پاکستان که طرف آلمان بیاید. گرچه پاکستان گفته که زیاد افغانا را دیپورت میکنه، یعنی 4.4 میلیون افغان در پاکستان رسمی زندگی میکنه که 1.7 میلیونش بدون اسناد. زیاد از آلمانیا میگن سعی کنین پیسه مالی ما را میگیرن. 49 میلیون سر افغانایی که در پاکستان خو هستن سر از او مصرف میکنن و را میارن طرف آلمان. حکومت آلمان گفته که 11500 افغان ما میکشیم از افغانستان که 3000ش در پاکستان است، 300ش در ایران است و 8000 افغانی که در افغانستان هستند که نظر به شرایط هستن وار طرف آلمان میاد. و این انتخاباتی که در آلمان یک ماه بعد است، مهمترین موضوعی که است اینمی موضوع مهاجرین است که دو حزب دیگه فعلا پیش هستن. حزب که از خانم انگلا مرکل CDU و حزب که ضد خارجی است که رای زیاد گرفتین، اما حزب که فعلا در حکومت است بیشترین خدمت برای خارجی ها به خصوص به افغانا کردن که از حزب SPD که وزیر داخلیش خانم نانسی فایسه و از حزب گرین. شما هم اگر کسی دارین که در پاکستان است جواب گرفته، ویزا گرفته، بخیر میایه طرف آلمان. گفتین این نفرایی را که ما وعده دادیم، تعدادشون که گفتین یارا ما 100% آلمان میاریم اگه حکومت هم تغییر بخوره.